بیابان‌های آسیا گرگ خاکستری مثل او را ندیده بود. فرزند یک خانواده معمولی بود. از چین تا سواحل مدیترانه، از هندوستان تا مسکو امپراتوری عظیمی بنا نهاد. او خود را سلطان صاحب قران نامیده بود، یعنی پادشاهی که سرنوشت عالم و ستارگان رو رقم میزد. از سلاطین قدرتمند ترک جهان بود. یکی از 3 مرد نابغه نظامی بزرگ که تا به حال زندگی کرده. بعد از 35 سال اقتدار 17 میلیون جسد بر جا گذاشت. امیر تیمور، تیمور لنگ. عمری رو تصور کنید که روزی فراز و نشیب نداشته باشه. دقیقاً این سبک زندگی اوست. در سال 1336 میلادی در قبیله برلاس به عنوان فرزند ترآقای و تکین خاتون در روستایی به دنیا آمد. با اینکه خاندان جغت‌های حکم او را صادر کرده بود، فرار کرده و به همراه همسرش آلجای ترکان آقا و دوست صمیمی خود امیر حسین به جنگجویی و راهزنی در بیابان‌ها مشغول بود. آنها حتی اسیر شده و به مدت 2 ماه در استبل پر از حشرات موذی زندانی بودند. لنگ بودن تیمور بعد از آن ماجراها و زخمی شدن از ناحیه دست و پا باعث شد تا لقب تیمور لنگ به خود بگیرد. پس از بهبود زخمهای خود، تیمور و حسین دوباره به ماوراءالنهر برگشتند. در آن زمان در میدان جنگ تاکتیک‌های مبتکرانه‌ای که خود آنها را ایجاد کرده بود شهرت زیادی پیدا کرد. او با این کار توانست هم محبوبیت خود را بالا ببرد و هم ماوراءالنهر را به دست بیاورد. در نبرد به سربازانش دستور میداد که در تپه‌های اطراف دشمن صدها آتش روشن کنند، جوری که دشمن خیال کند که از 4 گوشه محاصره شده است. وقتی دشمنانش از چنگ او فرار می‌کردند، سربازانش شاخه‌های پر از برگ درختان را بر روی زمین می‌کشیدند. این کار باعث گرد و خاک زیادی می‌شد. در واقع پیامی واضح به دشمن بود که خبر از ارتش عظیمی می‌داد. با این استراتژی چندین شهر را به تصرف خود درآورد، ولی نتوانست خود را خان اعلام کند، زیرا با توجه به یاسا یا قانون چنگیزی فقط افرادی از نسل چنگیز می توانستند عنوان خان را از آن خود کنند. به همین دلیل لقب امیر را برگزید. برای اینکه آداب و رسوم جای خود را بگیرد، یک خان از نسل چنگیز را که به شکل عروسک ساخته بود همراه خود حمل می کرد. فتوحات حیرت انگیز او نیز اینگونه آغاز می شود. راز موفقیت‌های تیمور علاوه بر اینکه یک رهبر کاربلد بوده، نقشه‌های خود را با حیله‌گری و سیاست طرح می‌کرد. او تشکیلات پیشرفته جاسوسی اطلاعات ترتیب داده بود. او کشورهایی که قرار بود بهش حمله کند رو با جزئیات نقشه برداری می‌کرد و جنگ‌های داخلی در آن دولت رو به بالاترین حد ممکن می‌رساند. البته یکی از مهمترین راهبردهای او ترس پراکنی بود. خیلی از شهرها قبل از اینکه تیمور حمله کند سقوط می‌کرد. چگونه؟ مثلا در یورش به هندوستان در یک روز 100,000 مردم عادی رو گردن زد. در حین فتح دهلی سپاه هند دارای 125,000 فیل جنگی بود. تیمور که برای مقابله با فیلها دنبال راه حل بود، یک راهکار جالب و وحشتناک به کار برد. او صدها شتر را به یکدیگر بست، همه را آتش زد و به سوی فیلها روانه کرد. فیلهایی که ترسیده بودند عقب نشستند و سربازان هندی را له کرده و از پای درآوردند. تیمور تمام هندی هایی که علیه او جنگیده بودند را گردن زد و از کله هایشان برج هایی ساخت. تیمور همه مبلغان مسیحی را از هند اخراج کرد و با این کار مسیحیت را در هند نابود کرد و اسلام را رواج داد. او اشتیاق زیادی به گردن زدن داشت.
برای مثال مردم اصفهان یکی از شهرهای مهم جغرافیای اسلام تسلیم شده بود، ولی وقتی مردم شهر توسط سربازان تیمور مورد آزار قرار گرفتند، مردم 3000 تن از سربازان تیمور رو زخمی کردند. از این رو تیمور صدها هزار اصفهانی رو گردن زد و هزاران فرد زنده رو به عنوان مصالح ساختمانی استفاده کرد. رسما از انسانها بناها ساخته بود. در حلب نیز وقتی مردم مقاومت کردند، تیمور سفره‌هایی چید و سربازان خود را مجبور کرد که با 2 کله بیایند. سربازان مسلمانی که نمی توانستند این کار را با دیگر مسلمانان انجام دهند، از سربازان دیگر با پول کله می خریدند و اسامی خود را قید می کردند. در نقاط مختلف شهر کوهی از کله ها به شکل بناها ساخته بودند. در بغداد نیز دستور داده بود هر سرباز برای خود سر بریده بیاورد که نزدیک 100,000 کله شده بود و از آنها 120 برج ساخته و در شهر نهرهایی از خون جاری شده بود. برای قاتلان امام حسین و حسن یعنی یزید و معاویه قبرهایشان را تخریب کرده و به 1000 نفر از افرادش فرمان داد داخل قبر ادرار کنند. ولی به هر حال او یک بربر بیرحم نبود. تیمور بیش از اینکه نابود کند تمایل داشت آباد کند. تمامی قتل عام‌ها را در چارچوب یاسا یا قوانین‌های چنگیزی انجام می‌داد و محدودیت‌هایی داشت. امیر تیمور هدفش تشکیل امپراتوری نبود، بلکه می‌خواست به تمامی دنیا حکمرانی کند. این استعداد در نادر افرادی دیده می‌شود. ادگار آلن پو می‌نویسد تیمور سایه خدایی بود که از انسان بودنش پشیمان بود. تیمور خود را صاحب قران، یعنی پادشاهی که سرنوشت عالم و ستارگان رو رقم میزد نامیده بود. اگر در 7 آسمان خدایی وجود دارد، پس باید در زمین نیز سایه و حاکم خدا وجود داشته باشد. او می گفت زمین برای برآوردن آرزوهای یک نفر هم وسیع نیست. از مهمترین یورش‌های تیمور می توان حمله به آناتولی یا ترکیه امروزی اشاره کرد. در آن دوره یلدریم بایزید بر تخت عثمانی نشسته بود. بایزید با اعتماد به نفس بالایی حکومت می کرد و خاک‌های زیادی رو به عثمانی افزوده بود. تیمور قبل از حمله به چین می‌خواست مهمترین تهدید در غرب خود یعنی عثمانی رو به کنترل خود درآورد. از نامه‌هایی که می‌خوانیم می‌توان فهمید که نه تنها تیمور دنبال جنگ با همخون ترک خود نبود، بلکه دنبال اتحاد و دوستی بود، ولی این بایزید عثمانی بود که آتش جنگ رو برافروخت. مالک دیار روم یلدریم بایزید: بدان که ما با قدرت و اقتدار خود بخش وسیعی از عالم رو تابع خود کرده ایم. این اعمال نادر رو به تنهایی انجام دادیم. مانند تو از پدرم به ارث نبردم. سر عقل بیا و قره یوسف و احمد جلایی رو از سرزمینت بیرون کن. عاقبت حاکمانی رو که از فرمان ما سرپیچی کرده بودن رو به خوبی میدانی. شما هم از پیوستن به جمعان حکمرانان خودداری کنید. و اما جواب یلدریم بایزید: ای پیر سگ، تو از کفار مسیحی هم کافرتر هستی. در نامه‌ات قصد داشتی ما را بهراسانی و با حیله فریب دهی. گویا تو خیال می‌کنی من همانند شاهان ایران هستم و یا ارتشم همانند قپچاق و تاتار سرگردان هست یا همانند طوایف هند ولگرد هستم. سربازان ما پیروزمند هستند. دیگر تو باشی ارتش ما رو با سپاهیان و شام و حلب قیاس نکنی. و اما جواب تیمور: گمان میکنی تو خودت در راه خدا جهاد میکنی و ما هم کافرانی هستیم که خون ناحق میریزیم و من رو هم شمشیرزن تازه کار فرض میکنی. بدان که من قریب به 40 سال است که فکر و ذکرم جهاد در راه خداست. شما چرا از خدمت به ما میگریزید و علاقه نشان نمیدهید؟ همچنین از سن و سال هم از تو پیرترم. همانند نامه‌ات تهدید نکن و مغرور نشو.
سخنان محال نگو. اگر نامه‌های صمیمی و مؤدبانه بفرستید، بین هر دو طرف دوستی و محبت برقرار خواهد شد. در غیر این صورت اگر شمشیر از غلاف درآید، نیازی به قلم نخواهد بود. و السلام. پاسخ بایزید نیز کوتاه بوده. ای پیرمرد، اگر به میدان جنگ نیایی، زنت رو 3 طلاقه کن. چنین جملاتی به کار برده بود که دیگر راه برگشتی نداشت. این حرفهای بایزید زیاده روی بود، زیرا تیمور تازه همسرش را از دست داده بود. تیمور وقتی نامه رو خواند با عصبانیت برخاست و فوراً دستور حمله داد. او جغرافیای آناتولی یا آسیای صغیر رو بهتر از بایزید می‌دانست، چون تمام نهرها، رودها و دشتها و بلندیها رو نقشه برداری کرده بود. بایزید دنبال تیمور بود، ولی تیمور همیشه 3 قدم از او جلوتر بود و همه چاه‌ها و نهرها رو تصاحب کرده بود. تیمور سرتاسر آناتولی رو غارت کرده بود. جنایاتی در سیواس برای عبرت دنیا انجام داده بود. در محاصره سیواس 4000 کماندار ارمنی از قلعه حفاظت می کردند. این کمانداران تلفاتی به سپاه تیمور وارد کرده بودند. در نهایت تیمور قول داد که در شهر خون نخواهد ریخت و اینگونه شهر تسلیم شد. واقعا هم به قولش عمل کرد و هیچ خونی نریخت. آن 4000 کماندار ارمنی رو زنده به گور کرد. بایزید در نامه‌هایش به تیمور به خاطر جنایات سیواس بسیار انتقاد و تهدیدهایی کرده بود. تیمور به ازمیر نیز لشکرکشی کرده بود و آن را بهترین شهر دنیا معرفی کرده بود. در حالی که ازمیر در چنگ شوالیه‌های هوسپیتالر بود و قشون عثمانی 7 سال در تلاش تصرف آن بود، تیمور فقط در عرض 15 روز ازمیر رو فتح کرد و به دنیای ترک‌ها هدیه داد. هزاران شوالیه رو گردن زد و از سر بریده‌هایشان برج‌هایی ساخت. با توپ‌های جنگی به جای گلوله سر بریده به سمت ناوگان صلیبی شلیک کرد. تیمور فقط در میدان جنگ شمشیر نمی‌زد، بلکه شاهزاده‌ها، فرمانداران و وزیران دشمن رو به جان یکدیگر می‌انداخت. حتی بعضی شاهزاده‌های عثمانی تمایل داشتند که به تیمور بپیوندند و بعضی شاهزاده‌ها نیز به قتل رسیدند. بایزید نیز قبل از نبرد چنین می‌گفت: پسرم ارطغرل به قتل رسید، قلعه‌ام سیواس سقوط کرد. 20 ژوئیه سال 1402 میلادی 2 سپاه در دشت چوبوک نزدیک آنکارا به هم رسیدند. به ادعای تیمور ارتش عثمانی 70,000 نفر بود، ولی بسیاری از مورخان بین 40 الی 50,000 تخمین میزنند. ارتش تیمور تماما سوار نظام بود، بخشی هم ترک‌های تاتار و قپچاق، کمانداران مغول و سواری‌های ترکمن بوده و 15 عدد فیل نیز از هندوستان آورده بود. این جنگ بزرگترین نبرد بین 2 قدرت عظیم ترک در دنیا بود. ارتش عثمانی در مقابل تیمور تاب نیاورد و بسیاری از آنها به صفوف تیمور پیوستند. تنها ینیچری‌ها، متحدان یونانی و سربستانی‌ها زیر پرچم بایزید شمشیر زدند. در نهایت سلطان ایلدریم بایزید 16 کیلومتر دورتر از میدان جنگ توسط تیمور اسیر شد. امیر تیمور به او همانند اسیر برخورد نکرد، بلکه مثل یک پادشاه با او رفتار کرد. با اینکه در بعضی منابع نوشته شده بایزید را در قفس حمل می کرده، ولی این قفس نبوده، بلکه تخت روانی بر روی شتری بوده که میله های شبیه قفس داشته. بعد مدتی بایزید وفات کرد. طبق برخی منابع شاید خودکشی کرده و یا به دلایل دیگری به قتل رسیده. جالبه بدونید اسم فرمانده فیلهای تیمور توگای بود و به مرور زمان به اسنبوغا تغییر یافت که امروزه اسم یکی از فرودگاه‌های آنکارا نام گرفته.
عثمانی بعد این نبرد دچار هرج و مرج شد و به مدت 11 سال وارد دوره معروف فترت و جنگ داخلی شد. وقتی سلطان محمد چلبی به قدرت رسید، دوره فترت نیز پایان یافت. در اثر این انحطاط، ارتقای عثمانی از دولت به امپراتوری و فتح استانبول 50 سال به تأخیر افتاد. سرتاسر اروپا رو ترس از تیمور فرا گرفته بود، چون واسطه بین اروپا و تیمور تنها آناتولی بود که ترکان عثمانی هم مغلوب شده بودند. ولی تیمور همچین قصدی نداشت، چون اروپا رو به چشم سرزمین فقیر نگاه می‌کرد. ترجیح میداد که به چین قشون کشی کند. تیمور کمک شایانی به استقلال روسیه امروزی هم انجام داده. دولت حاکم بر روسیه آن زمان، یعنی آلتون اردو یا اردوی زرین که از نسل چنگیزخان بودند، وقتی تیمور مشغول فتوحات آذربایجان و قفقاز بود، تختاموش نواده چنگیز این را فرصت شمرده و تا نزدیک‌های سمرقند رسیده بود. بدین ترتیب وقتی تیمور بازگشت، تا نزدیک‌های دشت سیبری تختاموش را دنبال کرد و جنگ خونینی در گرفت که نزدیک 100,000 نفر بیشتر از اردوی زرین در سرمای سیبری کشته شدند و یا یخ زدند. با این کار تیمور، اردوی زرین ضعیف شده و روس‌ها توانستند کم کم کنترل منطقه را به دست بیارند. با اینکه تیمور مسلمان بود، ولی به شدت وابسته به آداب و رسوم ترکی، مغولی و یاسای چنگیزی بود. از چنگیز به عنوان خان خانان یاد می کند و خودش رو نیز داماد خان خانان معرفی می کند. او طبق سنت قدیمی شمنیسم قبل جنگ‌های مهم از ارگان‌های داخلی حیوانات فال می گرفت. در آسیا الفبای عربی را از میان برداشته و الفبای اویغور ترکی را جایگزین کرده بود. او حتی کتاب‌های نیز نوشته بود. خاطرات تیمور یا توزوکاتی تیمور که می توانید اتفاقات مهم زندگی او را از این کتاب مطالعه کنید. تیمور آخرین امپراتوری بود که آسیای میانه رو به اوج شکوفایی رساند. شاید او را یک بربر یا وحشی فرض کنید، ولی این عنوان اصلاً برازنده او نیست، چون که او رهبری بود که اشتیاق زیادی به علم و هنر داشت. او هر جایی را که فتح می کرد، دانشمندان و هنرمندان آنجا را به سمرقند دعوت می کرد. حتی با زور می آورد که پدر بزرگ فیلسوف معروف اون دوران یعنی اولوبی هم هست. شهرهای ازبکستان امروزی را بازسازی کرد. از بزرگترین میدانها و قصرهای آن زمان را ساخته بود. هنوزم میدان امیر تیمور واقع در تاشکند جاذبه‌های گردشگری زیادی دارد. از او به عنوان جد اعلای تاریخی ازبکستان یاد می شود که نمی شود انکار کرد. سمرقند سفر کنی نمی توانی حیران آن شهر نشوی. فردوسی که در شاهنامه همیشه ترک ها را بد خطاب می کرد و کینه‌ای تمام نشدنی بهشون داشت، وقتی تیمور ایران رو فتح کرد مستقیم سر قبر فردوسی حاضر شد و بر قبرش پا گذاشت و گفت: هی فردوسی، برخیز و آن ترکی که در خط به خط شاهنامت مغلوب و با اهانت خطابش می کردی رو ببین. برخیز و ترکی که دست کم گرفتی و بهش توهین کردی رو ببین. برخیز و ببین، اصفهان زیباتر است یا سمرقند؟ از بغداد تا این جایی که خوابیدی هرچه فارس بود رو از دم تیغ گذراندم. پای لنگم را هر جا گذاشتم سرسبز شد. تیمور به قصد فتح چین راه افتاده بود که مریض شد و در 68 سالگی در سال 1405 میلادی در بیابانهای سرد آسیا وفات کرد. هنگام مرگش از مصر تا مرزهای چین امپراتوری عظیمی تشکیل داده بود. او پس از چنگیزخان و اسکندر یکی از نوابغ نظامی برتر تاریخ محسوب می شود. تمام دنیا او را می شناسند. بعضی ها با احترام و بعضی ها با خشم ازش یاد می کنند. ملتی با نرمی و لطافت او را می شناسند و ملتی با خشم و ظلم او. ولی
کارهای او بالاتر از اراده انسانی بود. این حکایت کسی است که زندگیش را از صفر شروع کرده. حکایت گرگ بیرحم آسیای میانه. مصطفی کمال آتاتورک به قدری شیفته تیمور بود که درباره او نقل‌های زیادی کرده بود. تاکتیک‌های جنگی تیمور را تحلیل کرده و همه آنها را بی‌نقص معرفی کرده بود. او می گفت اگر من در زمان تیمور بودم موفق نمی شدم، ولی اگر او الان زنده بود از من هم موفق تر بود. انسان‌های بزرگ زمانی بزرگند که از حق بزرگمردان نمی‌گذرند. دیگر احتمال این که از آسیای میانه افرادی با نبوغ نظامی مثل چنگیز و تیمور ظهور کنند پایین است. در قدیم آن منطقه یکی از نقاط پر جمعیت دنیا بود و مسیر غنی و ثروتمندی داشت. برای حکم راندن به این منطقه چنین افرادی روی کار می آمدن، ولی امروزه شکوه و عظمت آن دوران سابق رو ندارد. تیمور هنگام مرگش بعد از 35 سال اقتدار 17 میلیون کشته بر جا گذاشته. به عنوان یکی از سلاطین قدرتمند ترک از دنیا رفت. او این دنیا رو ترک کرد، ولی داستانها و حکایتهای او هیچ وقت از یاد نخواهد رفت. امیر تیمور، تیمور لنگ، فاتح آسیا، سلطان صاحب قران، پادشاهی که سرنوشت عالم و ستارگان رو رقم میزد.